قدیر مثل عاشورا نه یک نقطه تاریخیه، نه یک نقطه جغرافیایی. قدیر و عاشورا و کربلا اینها پدیده هایی هستن که معنای مکتب میشن. یه روزیه که اگر آشکار بشه، فهمیده بشه، عمل بشه، سرنوشت انسان در معنای فردی و اجتماعیش متفاوت میشه. اگر کتمان بشه، گم بشه، تحریف بشه، سرنوشت انسان در معنای فردی و اجتماعیش یه جور دیگه میشه. قدیر فوق همه این حرف هاست. قدیر آدرس همه گم شده های بشریت، آدرس نجات انسان ها در همه زمان ها و مکان هاست. داروی شفابخش تمام دردهای بشریت. قدیر در یک کلمه و یک جمله نمی گنجه و در یک قرائت و یک منطق محدود نمیشه. قدیر خیلی بزرگتر از اینست. مکرر ائمه ما فرمودن هیچ حکمی رو پیغمبر مثل حکم ولایت و قدیر ندا نداد. یعنی خداوند هیچ پیامی رو و هیچ حکمی رو و هیچ آیه‌ای رو و هیچ مطلبی رو ظرفشو، لسانشو، تکرارشو مثل قدیر بیان نکرد. هیچ حکمی رو. یکی از تکالیف بدونید تو قدیر اینه که این پیامو پخش کنید، نقل کنید. پیغمبر تو روز قدیر اینو از همه خواسته. یکی از نگاه‌های به قدیر تکلیف به ترویج قدیر. همه مکلفن این حدیث رو نقل کنن. اینا همه معلوم میشه قدیر یه حرف بلندی داره، یه حرفی فراتر از اون چیزایی که شاید ما نشنیدیم یا ازش خیلی سطحی عبور کردیم، شنیدیم ولی نفهمیدیم چیه. خیلی سطحی ازش عبور کردیم. قدیر آدرس نجات بشریت، قدیر آدرس سعادت همه انسان هاست، نه حتی فقط مسلمین، نه حتی شیعیان. یکی از سوره هایی که پیغمبر در روز قدیر خوند بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد گفت این سوره در مورد علی ابن ابی طالب و شیعیانشه، فقط اونها از خسارت نجات پیدا میکنن. قدیر آدرس خروج از خسارت بشر. ان الانسان لفی خسر، بشر داره به تباهی میره. الا الذین آمنوا به ولایت امیر المؤمنین و عملوا الصالحات، کار نیکم کردن، دنبال کردن به عشق علی ابن ابی طالب و تواصوا بالحق، همدیگر رو به ولایت علی توصیه کردن و تواصوا بالصبر، همدیگر رو توصیه کردن که استقامت بورزید. بر این کار استقامت کردن، صبر کردن، تحمل کردن. باقی همه باختن. علی آدرس نجات بشریت. قدیر یک زمان و مکانی است که در اون زمان و مکان هر کسی که هر چیزی رو گم کرده میتونه اینجا پیداش کنه. اگه یه ذره انسانیت تو ما مونده، مال کجاست؟ آدرسش خورشید قدیره. همه جا کویر شده چون علی رو گم کرد.